من چندین چیزهایی که برای خودم خیلی پسندیده هست اون رو در اینجا میخواهم در این برنامه گفته باشم. یکی از اونها این هست که چیزی که برای یک عالم، چیزی که برای یک دانشمند، چیزی که برای یک متفکری که میخواهد روز و ساعتی که وقت برای خودش داده شدگی هست در این حیات زندگی داشته باشد، مشکل ترین چیز در زندگی اون عالم این هست که عالم تنها بماند. همدرسان او، عالمان زمان او از دنیا بگذرند و اون عالم تنها بماند. این بسا کار مشکل برای یک عالم است و اون در زمان خودش نیامد اون علمای برجسته، اون علمای صادق، اون علمایی که با علم مزین هستند و در خدمت هستند و خودش را میراث بران انبیا میدانند، بسا برای عالمی که تنها میماند خیلی مشکل است. من در اینجا یک قصه از سفیان ابن عیینه را میخواهم برای شما برسانم که وقتی که اون خواب میبیند که تمام دندانهایش ریختگی هست، اون پیش شیخ خودش میرود، پیش عالم و امام کبیر ابن شهاب الزهری میرود و امام ابن شهاب الزهری را میگوید که این رأیت فی المنام، من در خوابم دیدم که سقطت اسنانی، همه دندانهای من ریخته است. و اون استاد این خواب این را تعبیر میکند و در حقیقت هم این تعبیر یعنی به وقوع میپیوندد. و پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله این را میگوید که اگر انسان خواب خوبی دید پیش یک انسان این برود که او را تعبیر خوب بکند، عالمی باشد، علم تعبیر را بداند. و اگر خواب بد میبیند اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بگوید با طرف چپ 3 مرتبه توف کند. این کفارت یا خواب بدش است که پسندش نبود و این را با کسی قصه نکند. و این خواب میبیند میرود نقل میکند، البته این خواب بد نبود، از سفیان ابن عیینه. وقتی که پیش این امام کبیر میرود، پیش این عالم میرود، پیش این شیخش میرود ابن شهاب الزهری نقل میکند، اون میگوید ستموت اسنان، همه اسنان یعنی همه همسین و سالهای تو میمرند، فتبقى وحیدا، تو تنها میمانی. سفیان ابن عیینه را این تعبیر را میگوید و در حقیقت ابو نعیم در حلیه در کتابش از عباس ابن عبدالله ترفقی رحمت الله علیه این را نقل میکند که یعنی عباس ابن عبدالله ترفقی رحمت الله علیه یک روز در مجلس سفیان ابن عیینه رسید. میگه حضرت مجلس سفیان ابن عیینه. امین عبدالله ترفقی رحمت الله علیه میگه من در مجلس سفیان ابن عیینه رسیدم یک روز، ما از همه یعنی دولت ها بودیم در درس سفیان ابن عیینه، از یک عالمان بزرگی تابعین هست، از علمای تبع تابعین هست. میگه ما در اینجا شرکت کردیم. اون از ما میپرسید که آیا از شما کسی از مصر هست؟ میگفتیم بله. میگفت که ماذا فعل لیث ابن سعد عالم کبیره از همنشینای امام مالک رحمت الله علیه، اون چه کار میکند حاضرا؟ اینا گفتن مات این مرده است، هو مات، این از دنیا گذشته است. میگه آه میکشید. میگو آیا از شما از رمله کسی هست؟ میگفتن بله. میگفت که زمورة ابن الربیع یعنی از همدرسان همسین و سالان از علمای زمانش، اون چی کار میکند؟ گفتن قد مات، اونم از دنیا گذشت. میگه آه کشید. آیا گفت از اهل حمص کسی از این طالبا هست، از این طالب علما هست؟ بله. کسی دست بالا میکرد. بقیه ابن الولید هست؟ اون گفت که اون از دنیا گذشت، مرد. آه میکشید. میگفت خدا اینها را رحمت کند. آیا میگفت از دمشق کسی هست در این محفل در این درس؟ کسی دستش رو بالا میکرد میگفت بله من از دمشقم. میگفت که ولید ابن مسلم اون عالمی برجسته، اون هم سبق و هم درسی سفیان ابن عیینه، آیا اون کس هست؟ میگفت که نه، اون از دنیا گذشت. این آه میکشید. وقتی که آیا گفت ای قیصریه کسی از این شهر هست؟ میگه کسی دستش را بالا کرد گفت بله من از اونجا هستم. گفت محمد ابن یوسف الفریابی رحمت الله علیه آیا این هست؟ میگفت که نه، این از دنیا گذشت. این آه سرد کشید و فبک سفیان ابن عیینه گریه کرد. گریستن این عالم از این که علمای زمان خودش هم سبقان عالمان برجسته زمان خودش از دنیا گذشته بودن. همه این علما
لیث ابن سعد، زمره ابن ربیع، بقی ابن الولید، ولید ابن مسلم، محمد ابن یوسف الفریابی، اینا بودن. این گریه کرد و گفت که بسا برای یک عالم این مسئله اینقدر مشکل است که خودش تنها بماند و علما از دنیا بگذرد. در حقیقت هم همین است. العالم یشد بعضها بعضا. عالم بعضیش را قوت میدهد. عالم بعضی برای یک عالم تنها ماندنش در جاده خدمت دین بسا کار مشکل است. از اون جمله سفیان ابن عیینه رو ما در اینجا قصه کردیم و در حقیقت علما یشد بعضها بعضا. عالم برای عالم دیگر قوت است. هستی اون برای اون رحمت است، برای اون برکت است. شاید اون سندی رو، دیدگاه فقهی رو نمیفهمد، از اون کمک میگیرد. و اینها همه میراثبران انبیا علیه السلام هستند. اینها به سوی یک خدا، به سوی یک دین، به سوی یک قرآن، به سوی صراط مستقیم، به سوی هدایت دعوت میکنند. بودن اینها در بر یکدیگر بسا تقویت و قوت است. همچنانه که موسی علیه السلام را برادرش هارون را خداوند وقتی میگوید نه که قال سنشد عضدک باخیک، الله رب العزت میگوید ای موسی ما عضد تو را، البته عضد گفته این جای جسم را میگوید، میگه با قوت میکنیم به سوی برادرت. یعنی در جاده خدمت و دعوت ای موسی علیه السلام، البته این طلب موسی هم بود، ما قوت میدهیم در این راه به سبب برادرت. بودن عالم و گرد و این بسا کار بزرگ است.